روز از اون روزا بود که حتی اصلا لبخند زدن هم نداشتم. نمیدونم تغییرات هورمونی با آدم چیکار میکنه. نوز کن تنها از شونه جذاب منتظرم که نونا توست شن آماده شن. یعنی ما به استایل تو خونه یه اینجوری میگیم استایل هپرلامپر کلمه یادم بین خودم. چت جی پی تی به من پیشنهاد درست کردن دمنوش پرتقال و زنجبیل رو داد، ولی ما پرتقال نداشتیم، ما نارنگی داشتیم، پوست پرتقال. منم میخوام اون دمنوش هم درست کنم که با اصولم بخورم. ویدیوشو میبینم زست پوست پرتقال، پوست نارنگی و زنجبیل. حالا نوشته بود با عسل، ولی خب من با شیره خرما شیرینیش میکنم. نظرم خیلی باحال شد. باید بوی خیلی قوی داشته باشه این دمنوشه، ولی این هنوز اونقدری فصل مثلا پرتقال نارنگی نیست که مثلا بوها اینقدر زیاد باشن. لذا فعلا ما هم پیش میریم ببینیم چی میشه. من چون خیلی سرد درد دارم چراغ خاموش میکنم چون که تحمل نور رو ندارم اصلا امروز. ببینید چیکار کردم. اوف بوش پیش میتونستم بوش رو هم بذارم ولی نمیشه. اینو باید اینجوری یه دانش رو میخوام همیشه جلوی شما بکنم. بقیش میخوام فیلم ببینم و موشه جمع کنم. زیتونم هسته. من تا حالا این ترکیب با سرکه بالزامی که امتحان نکرده بود. به نظرم خیلی خفنه، خیلی زیاد و همه چیز توست شده است. من خیلی دوست دارم. Sorry, Karen. گود مورنینگ. صبحانه رو درست کردم ببینش. تو حیات صبحانه بخورم و چقدر خوابم هست. بفرمایید صبحانه. هر چطوره بفرمایید. املت. شما تا حالا املت خرما خوردین؟ با خرما، تخم و خرما خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. مثلا برای صبحانه به نظرم نمبر وانه. یه سری گیردو هم من قاطیش میکنم کم کنجه دم میریزم اون کف. خیلی باحال. خاصیت تو خریدم. زن من عاشق کره بادام زمینیم. خواهی میکنم اشتباه گفتم. عاشق ایشونه. گل آفتاب کردون. Thank you. عاشق حدیثم. حدیثشون بایسا. نه این جمعه که تا آوردی تو دستی برو کنم. سی های. خسته نباشید دوستان. داریم میریم خونه همون یکی یکی. دروغ گفتم داریم خونه نمیریم. رسیدیم.
کوکو میخوریم، میشینیم تو حیاط، صدای سگ هم میاد. شما تو باغ سگ داری، ما همسایه‌مون سگ داریم، ما واسه هم نیست. میخوام میزان خانم بودنم بهتون نشون بدم. ببین نه که آشپزخونه ترکیده باشه ها، ولی نیاز به مراقبت داره. مثلا موزیک رو میشنوید، موزیک خود رو پلی کرده و شروع میکنیم به جمعه های تمیزکاری. کیک دورم پره، حالاش میکنیم کره ها رو اضافه میکنیم به این شکل. اوکی، اینا رو باید اینجوری بریزیم رو این. خب باید اینا رو اینجوری با دست میخوای فقط نگاه میکنی؟ برنامه نداری؟ برنامه تو چیه؟ باید محکم فشارش بدی چون که چشم کامل برش دارد بذاریمش کف این. خب حالا بخوابونش قشنگه به فرم هم. بعد تیکه اضافهش رو بردار اینجوری با دستت تیکش کن. هنوز کاملا آماده نیستی. بریز تون واریز حالا تیکش کن. Hi guys، الان ساعت 9 شب. خیلی کار کردم، خیلی زیاد.
ولی اگر فکر میکنین که تمام شده سخت اشتباه. آشپزخونه رو ببین، هنوز باید غذا درست کنم ولی به جاش چیزی درست کردم. این سیب و دارچینه، در واقع واقعیش اینه. بذاریم بهتون نشون بدم. ایشونه بوی بهشت میده، خیلی خوشمزه است. نگاه کن. کجایی تو کاش میدیدی خونه میده چشمم فقط کنار تو رویا دیده. Hello everyone. نمیدونم ساعت چنده، فکر میکنم 10:30 یا 11 باشه. اینجا حافظی است. ما اومدیم اینجا بعد من گفتم که من یکم اینجا قدم بزنم. پسر من عاشق حافظیم، عاشقشم. نمیدونم تا حالا اومدین یا نه، قطعا اومدین. ببین یک فضای بسیار دلنشینی داره، بسیار. ولی من صدای موتور اول متنفرم، همیشه همه جا هست. من همیشه دوست دارم یه تایمایی رو بیام تو حافظی فقط بشینم، مخصوصا عصراش. بی‌نظیره. خدای من لعنت به صدای موتور. حافظیه یه قشنگ از پشت پنجره. دین 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 دین. باقلا ببین هوا اینجوریه، دوست داری این دستتو گرم کنی. مثلا یه سرماییه که سرد اونجوری نیست ولی یه سرمایه روی تنت میشینه. چرا موتور انقدر صدا میدم باورم نمیشه. آره خیلی جذابه. این کسی بهتون نشون بدم. مجسمه گوته. بعدا حتما آمارشو در میارم که چرا اینجا مجسمه گوته زدن. نگاه کن یه جیرجیرک صداش چقدر زیاده. حالا فکر کن خلاقیتش چقدر بیشتر از صداشه. رفته تو این یه باکس فلزیه، رفته این تو داره سر صدا میکنه. اینجا یکی دیگه از مکانه مورد علاقه منه که شباش خیلی قشنگه، خیلی مثل این که جدیدن اینجوریه که خیلی اونقدر زیاد ورود به عموم آزاد نیست. این از بین دوتا ستون این فضای رو نشون بدم. این پشتشه. کوچه گردشگری پیدا کردم. فکر کنم این جاییه که باید قدم بهش سر بذارم حتما. اینجا هم باید بیام. خب بچه ها خوش گذشت. یه کافه باحال اینجا هست. اگر ساعت 11:30 شب بود حتما قهوه میگرفتم ازش، ولی کلا احساس میکنم برای ساعت 11:30 شب انقدر ریلکس و عادی اینجا راه رفتن و ویدیو گرفتن اینا اصلا دلیل ما اصلا ماشین اینجا منطقی نیست. Hi guys. صبحتون بخیر. حالتون چطوره؟ امروز شنبه است. شنبه های دنبلی. هر دمی چون
گربه داری میو 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 میو. ای همش ریخت. حالیز تو آسمون. همین فقط لاک داری؟ لاک جدید نخریدی هنوز؟ ببینم چند تاست؟ 580 تا همش. دیدی یه سری؟ بقیه پر من وقت دارم نگاهشون میکنم. آخه وقتی نگاه کنیم دوستان تو این حجم از لاک هیچ کس نمیتونه چیزی رو انتخاب کنه. تو اینم هیچ کس نمیتونه چیزی رو انتخاب کنه. همین توی بالکن. همین لحظه بعد یه موتور رد چه که صدای غاز بده. آی هوا رو ابر تو آسمون هست دیگه، هوا ابری هست. ندا جون جات خالی. دوستاشو هم اقبال میکنن که بیان توی بالکن بشین. سلامت دوستون، حالتون چطوره؟ به کی بگم حالتون؟ ما میخوام بریم بیرون. یه ساعت من با وایسم اینا آرایش کنن. همش من باید منتظر باشم اینا 1 ساعت آرایش کنن. بچه یه بیرون میخوام بریم. چتونه؟ چقدر آرایش میکنن؟ چقدر من از وقتی دنیا اومدم مجاهم آبی بودم. همیشه همینقدر خوشگل بودم. بد نمیاد بچه آبادان باشی. جنوبی هم ولی از وقتی که دنیا اومدم دیدم تازه الان مثلا حالت خیلی خوشگلم هم نیست. یعنی هنوز از این خوشگل تر میشم. فقط من یه رازی دارم، شبا که میخوابم فیونا میشم، فقط روزا خوشگلم. Hi guys. بفرمایید ما داریم تولد عید شما مبارک. ما بریم قدم بزنیم. حالتون چطور؟ همه ویدیو هم با این حالتون چطور شد؟ آجی رو بحث بادی میاد. چقدر هوا خنوکی. افشون کن منو پریشون کن. بدیم بهتون زیبایی و جلال و جبروت رو نشون بدم. بچه تفریح سالن فقط لباس پرو کرده. بزن بپوشم ببینم بهم میاد یا نه. بفهمید اصل جان خیلی خوشگله. واو اصل جان شما هم بشه کل تو در بیار دیگه وقتشه. به درد من نمیخوره. آره میشه منم پرو کنم؟ من خیلی خوشم آمد از این. به نظرم اینو بچه ها این جلیقه نجات داره. این جلیقه ضد گلولش چون کلته دست اصل گاد مافیاست. من جلیقه دارم. من به این بیشتر میاد. هنوز برای خیلی بلند. Would you like it? Yes I am. Yes I am جاش نبود. بچه ها بیاییم اینجا خرید کنیم غذا بخوریم. انقدر جنسا ارزون. بغل تو عطر تن تو. اوکی هم ماشین ازت ویدیو بگیرم خوشگلم. یک راه برو میخوام ویدیو بگم برای خودم برای ولاگم میخوام. دارم به گذشته برمیگردم. تو داری به یه گذشته لاکچری قدم میذاری. من برای اینکه بگم چقدر هوا خوبه داره ما رو میبره.